تو گیربکس اتوماتیک چه اتفاقی میفته که دنده ها عوض میشه؟ این پست جالب رو از دست نده، قراره که با هم بررسیش کنیم. برو که بریم. این تودلی گیربکس اتوماتیک آیل فوره که ما روی این استن بستیم. این گیربکس روی خیلی از محصولات ایرانی قرار گرفته. این چرخنده خروجیشه که میده به پینیون و کرانویل و از اینجا هم تقسیم میشه بین چرخ‌ها. این قطعه توربینه توی مجموعه تورکنورتور. توربین به شافت ورودی گیربکس وصله و نیروی موتور از طریق توربین به گیربکس میرسه. تو حالت دنده خلاص این چرخنده نمیچرخه. نگاه کنید توربین میچرخه ولی اون چرخنده نمیچرخه. حالا شما میزنید دنده یک، چه اتفاقی میفته؟ این بلوکه هیدرولیک یا همون ساعتی گیربکس اتوماتیک آیل فوره. تو دنده یک کامپیوتر گیربکس میاد این دوتا شیربرقی رو فعال میکنه. شیربرقی شماره 3 که میاد کلاج E1 رو فعال میکنه، شیربرقی شماره 4 که میاد ترمز F3 رو فعال میکنه. حالا F3 و E1 کجان؟ بریم تو دل گیربکس. این ترمز F3 وقتی روغن میاد داخل سروش این باند رو قفل میکنه. وقتی باند قفل شه کاسه F3 هم قفل میشه. کلاج E1 چیه؟ کلاج E1 روی شافت ورودی این داخل قرار گرفته. وقتی روغن میاد پشت پیستونش کلاج اینجوری فعال میشه. تو دنده 2 چه اتفاقی میفته؟ همون ترمز F3 فعال میمونه، کلاج E1 غیر فعال میشه و کلاج E2 فعال میشه. کلاج E2 شیربرقی دوم فعال میکنه. بریم کلاج E2 رو با هم چک کنیم. اینم کلاج E2. تعمیرکار گیربکس اتوماتیک باید سر از کار گیربکس در بیاره، بدونه کدوم که قطعات تو هر دنده فعال میشن. مثلا شما فکر کن تو گیربکس اتوماتیک آیل فور تو دنده 2 گاز هرز داری، باید تعمیرکار بدونه کلاج E2 ترمز F3 و شیربرقی 2 و 4 فعال میشن که مستقیم بره سراغ همین قطعات، الکی سراغ قطعات دیگه نگرده. که ما اینو توی دوره به صورت حرفه‌ای بهت آموزش دادیم. اگه میخوای یه بخش از این دورمونو که همین عملکرد گیربکسه به صورت رایگان ببینی و با این دوره بیشتر آشنا بشی، عدد 44 رو این پایین کامنت کن.